سلام دوستای گلم، چطورید؟ آره، خونه خالیه و ما بزرگم اینا رفتن و منم فردا امتحان دارم. گفتم که بشینم به کوب با شما درس بخونیم. دوستان که این حرفات درس خوندنم هم با لپتاپم میخوام درس بخونم، با شما به اشتراک بذارم و آره دیگه بریم که درسمون رو بخونیم. با بررسی نقش‌ها و عملکردهای دوران باستان مشخص می‌شود موسیقی هنری بوده. من عادت دارم با صدای بلند درس می‌خونم و امتحان موسیقیه، همونطور که متوجه شدین و 54 صفحه است، زیاد نیستش، خیلی راحت می‌تونم یه شبه تمامش کنم. بریم بخونیم. با بررسی نقش‌ها و عملکردهای دوران باستان دقیقه 55 ثانیه. با بررسی نقش‌ها و عملکردهای دوران باستان مشخص می‌شود موسیقی هنری بوده که از زندگی عادی جدا نبوده و همراه سایر رسوم اجتماعی مانند مراسم مذهبی، جشن‌ها و جنگ‌ها اجرا می‌شده. نوازندگان ایرانی می‌شود حدس زد که از موسیقی در آیین‌های مذهبی بهره می‌بردند. در اولین همنوازی جهان که در مهر جغرافیش دیده شده، همه نوازندگان بانوان ایرانی زن بودند. دیگه بذار ببینم چی داریم. شکل‌گیری موسیقی. در پژوهش‌های کهن موسیقی متعلق به طبیعت و عناصر طبیعی شناخته شده است. در تاریخ باستانی ایران جمشید مخترع موسیقی قلمداد شده و بعدها فیثاغورس را کاشف موسیقی دانستند. موسیقی هر قوم تحت شرایط اقلیمی، ویژگی‌های فردی، شرایط خاص و زندگی اجتماعی و سابقه تاریخی آن قوم پدید آمده است. فردوسی از دوران پیشدادیان و کیانیان سازهایی نظیر کرننا، رود، تبیره، شیپور، بربط، چنگ، دف، نی، رباب، بوق و سنج را در اشعار خود آورده است. خب یه معرفی هم در مورد خودم بگم. من هستیم و 22 سالمه و آره دیگه 21 فردا امتحان موسیقی دارم و دارم الان درس می‌خونم. در سفرنامه میدونم که آنچنان خوشگل نیستم و نمیخواد برون بیاری واقعا توی خودم دارم می‌خونم. خب موسیقی دوره هخامنشیان. از سازهای دوران هخامنشی چیز زیادی در دست نیست. اغلب موسیقی در آن زمان آنها آوازی بود، ولی قطعا رامشگران هخامنشی و نوازندگان در دربار حضور داشتند و بیشتر آنها هم زن بودند. و اغلب نوازندگان این دوره فلوت و چنگ یا هارپ می‌نواختند. پس از سازهای دوران هخامنشی چیز زیادی در دست نیست. اغلب موسیقی در زمان آنها آوازی بود، ولی در جشن‌های هخامنشی رامشگران و نوازندگان حضور داشتند و آثار در تاریخی قرون نقل شده و بیشتر آنها زن بودند و اغلب نوازندگان فلوت و چنگ می‌نواختند. در این دوره موسیقی درباری، بزمی، مذهبی و مردمی و نظامی وجود داشته. موسیقی بزمی در جشن‌ها مثل جشن مهرگان و در شکار برای گیج کردن شکار و شور و هیجان برقرار بوده. پس در این دوره موسیقی درباری، بزمی، مذهبی و مردمی و نظامی وجود داشته. موسیقی بزمی در جشن‌ها مثل جشن مهرگان و در شکار برای گیج کردن شکار و شور و هیجان برقرار بوده. پس از موسیقی دوره هخامنشیان. از سازهای دوره هخامنشی چیز زیادی در دست نیست. اغلب موسیقی در زمان آنها آوازی بود و اغلب نوازندگان فلوت و چنگ می‌نواختند و بیشتر آنها زن بودند. دیگه در این دوره موسیقی مذهبی بزمی، مذهبی و مردمی و نظامی وجود داشته است. در این دوره موسیقی درباری بزمی مذهبی وجود داشته است. خب تا این سراحیم داره بس میشه، بیایم با هم حرف بزنیم. خب واقعا
میخواستم بگم که این چند وقت فقط تیک تاک و اینا داشتم فعالیت کردم و دلیل اینکه توی آپاراتم هم نبودم همین تیک تاک بود. واقعا وقتی تیک تاک وصل میشه آدم اینطوریه که انقدر افکت های جذابی هم داره اصلا نمیتونه از خودش فیلم نگیره، همش دوست داره جلو دوربین باشه دقیق بازی در آره دیگه. خلاصه اینکه همین دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. نمیدونم ادامه بدیم یا نه، ولی اگه دوست دارین که ویدیوهای بیشتری بذارم برام بنویسین. فکرم نمی کنم توی این ویدیو زیاد جذاب بوده باشم، اصلا آدم جذابی نیستم، خودم هم میدونم، اصلا هم خوشگل نیستم، خیلی هم توپلم دیگه چی بگم، دختر شرمیزادی همشون توپلن دیگه. و اینکه آره دیگه همین. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. آپاراتی های خودم یوتیوبی های عزیزم یوتیوب هم شاید بذارم، حالا من هم آپارات میذارم هم یوتیوب. آره دیگه مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. خداحافظ.